سلام بینندگان عزیز. نشر نوبتی برنامه فرهنگ حقوقی را از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردانیم. قابل ذکر است که این برنامه به مناسبت 30 سالگی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و در پس منظر این از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سال معرفت حقوقی اعلان گردیدن سال 2024 در همکاری با پروکراتورای گنرالی جمهوری تاجیکستان تهیه می‌گردد. والاترین دستاورد برای هر یک کشور این صاحب شدن به استقلالیت دولتی می باشد. محض با شرافت به دست آوردن استقلالیت دولتی تاجیکستان همچون قسم جدا نشونده جامعه جهانی پذیرفته شده است. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مقرر کننده اساسهای ساختار کنستیتوسیونی، وضع حقوقی انسان و شهروند، اساسهای تشکیل و فعالیت مقامات حاکمیت دولتی، نظام انتخابات و رای‌پرسی معین کننده سمت‌های سیاست داخلی و خارجی جمهوری می باشد. دانستن، آموختن کنستیتوسیا و منتظم رو آوردن به آن برای وسیع گردانیدن معرفت حقوقی مردم کشور اقدام خیلی شایسته و مناسب حسابیده می شود و آن حسن توجه و مهر و صمیمیت هر یک ساکن مملکت را به این سند سرنوشت ساز و توسط آن به وطن و وطنداری تقویت می بخشد. از این رو امروز در برنامه فرهنگ حقوقی ماده 46 و 47 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و حالت تطبیق همه‌جانبه این معیار را در جامعه شرح و توضیح می‌دهیم. ماده 46 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان هنگام تهدید به‌واسطه به حقوق و آزادی‌های شهروندان، استقلالیت دولتی، تمامیت ارضی آن و آفت‌های طبیعی که در نتیجه آن مقامات کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان نمی‌توانند به طور معتدل فعالیت نمایند، همچون تدبیر موقتی برای امنیت شهروندان و دولت وضعیت فوق‌العاده اعلان می‌گردد. مهلت وضعیت فوق‌العاده تا 3 ماه است. در موردهای ضروری این مهلت را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می‌تواند دراز نماید. اساسناک بودن مسئله راجع به ماده تفسیر شونده در شرایط‌های اعلان حالت فوق‌العاده راجع به فعالیت مقامات دولتی، دیگر تشکیلات‌ها اینچنین رعایت حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند افاده می‌یابد. موافق ماده 1 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره نظام حقوقی حالت فوق‌العاده از 3 نوامبر سال 1995 حالت فوق‌العاده این چاره موقتی جاری نمودن رجه مخصوص فعالیت مقامات دولتی، کارخانه‌ها، تشکیلات‌ها، مؤسسه‌ها نوابسته از شکل مالکیتشان میباشند که محدودیت‌های علاهیده و عهده‌داری‌های علاوه‌ای را از طرف قانونگذاری پیش‌بینی شده نسبت به حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند اینچنین شخصان حقوقی تطبیق می‌گردد. مقصد اساسی چنین چاره‌ها تامین بخطری شهروندان و محافظت آنها میباشد. حقوق حل مسئله مذکور را وابسته به جاری نمودن وضعیت فوق‌العاده در جمهوری تاجیکستان به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وابسته شده است. چنانچه موافق بند 24 ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با ترتیب مقرر نموده قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره وضع حقوقی حالت فوق‌العاده در تمام قلمرو دولت از جمله منطقه‌های علاهیده آن وضع فوق‌العاده اعلان کرده می شود. برای اعلان کردن حالت فوق‌العاده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فرمان قبول می کند. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به جاری کردن حالت فوق‌العاده به چنین چاره برای تصدیق و مجلس یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فرستانده می شود و به سازمان ملل متحد اخبارات پیشنهاد کرده می شود. حالت فوق‌العاده ممکن است با مهلت تا 3 ماه اعلان کرده شود. زیاد کردن مهلت حالت فوق‌العاده یا پیش از مهلت قطع کردن حالت فوق‌العاده از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان معین کرده می شود. طبق ماده 47 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در دوره وضعیت فوق‌العاده حقوق و آزادی‌هایی که در ماده‌های 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 و 28 کنستیتوسیا پیش‌بینی شده است محدود کرده نمی‌شوند. نظام حقوقی وضعیت فوق‌العاده را قانون کنستیتوسیونی مقرر می‌کند. کنستیتوسیا محدود ناپذیر بودن حقوق و آزادی‌های در معیارهای تفسیر شونده نامبر شده را در شرایط وضعیت فوق‌العاده کفالت داده است. این نامگوی کاملا پوره بوده تعداد معیارهای محدود نشونده را اختصار کردن ممکن نیست. این مقررات کنستیتوسیا
از مقررات ماده 4 بین المللی اید به حقوق شهروندی و سیاسی که 16 دکبر سال 1966 اسامبله ژنرالی سازمان ملل متحد قبول کرده است و جمهوری تاجیکستان آن را اعتراف نموده است برمی آید. معیارهای نشان داده شده در شرایط وضعیت فوق‌العاده تحت حمایت دولت قرار داشتن شهروندان تاجیکستان را در خارج کشور و به دولت خارج سپاریده نشدن شهروندان تاجیکستان را به دولت خارج سپاریدن جنایتکار را در اساس شرطنامه‌های طرفین مقرر کرده دادن پناهگاه سیاسی را به شهروندان خارجی که گرفتار ویرانکنی‌های حقوق انسان گردیده‌اند در نظر دارد. این معیارها محدود ناپذیر بودن همه حقوق‌های انسانی را به زندگی، دخل ناپذیری منزل شخص و منزل و روا نبودن عذاب و شکنجه و مناسبت‌های غیر انسانی مقرر کرده محدود کنی به اساس حقوق‌های شهروندان را به متحد شدن، تشکیل کردن گرد همایی‌ها، حزب‌های سیاسی، حرکت‌های دموکراتی دینی و اتئیستی داشته در حالت اعلام کردن وضعیت فوق‌العاده منع می‌کند. معیارهای نامبر شده اینچنین عهده‌داری‌های شخصانی منصبدار مقامات دولتی، اتحادیه جمعیتی، حزب‌های سیاسی برای شهروندان امکانیت دادن یا شناس شدن را به حجت‌هایی که به حقوق و منفعت‌های آنها دخل دارند معین کرده محدود نشونده بودن آنها را مقرر کرده‌اند. به غیر از این معیارهای مذکور محدود ناپذیر بودن حقوق و کفالت‌های حفظ سودی شخص را که کنستیتوسیا پیش بینی نموده است در نظر دارد. در شرایط وضعیت فوق‌العاده هر یک شخص کفالت و حقوق حفظ سودی‌اش را عملی نموده حقوق دارد طلب نماید که پرونده او را سود با صلاحیت مستقل و بی‌غرض موافق نشانداد قانون تأسیس یافته است بررسی نماید. در کنستیتوسیا معین شدن آزادی‌های محدود شونده شخص به آن روانه شده است که در مورد موافق طلبات مقرر کرده ماده 46 کنستیتوسیا اعلان کردن وضعیت فوق‌العاده به مقصد تأمین امنیت شهروندان و دولت همچون تدبیر موقتی دیگر حقوق آزادی‌های شهروندان ممکن است محدود کرده شود. در شرایط وضعیت فوق‌العاده با مقصد تأمین نمودن امنیت شهروندان و دولت حقوق آزادی‌های مقرر نموده کنستیتوسیا به استثنای معیارهای در ماده‌های در بالا قید کرده امان همچون تدبیر موقتی می‌توانند محدود کرده شوند. ولی عمل پوره کنستیتوسیا باز یا قطع کرده نمی‌شود. همه تدبیرهایی که در شرایط وضعیت فوق‌العاده اندیشیده می‌شوند با مقصد تأمین حفظ و رعایت کنستیتوسیا و عملی گردانی معیارهای آن در فعالیت همه مقامات‌های دولتی، اتحادیه جمعیتی، حزب‌های سیاسی، شخصان منصبدار، شهروندان روانه کرده شده‌اند.